اسلام دین اخلاق است که حتی ما را امر کرده در برابر کفار مهربان باشیم. کفاری که به دین ما، به آیین ما، به جان و مال ما کار ندارند، کسی حق نداره اونها را به عنوان انسان نشمارد. با چنین کافری هم مهربان باش. ایرا قرآن برای ما میگه همیش کوبیدن نیست، همیش انتقاد کردن نیست. باید دلسوز باشیم برای همه بشریت. الله تبارک و تعالی میفرماید لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. خداوند شما را نهی نمی کند، منع نمی کند که نیکوکاری و عدالت کنید با کفاری که شما را از خانه هایتان بیرون نکردند و به خاطر دین شما با شما جنگ نکردند. الله شما را نهی نمی کند، بلکه ان الله یحب المقسطین. دوست داره خداوند که در برابر کفار هم شما عادل باشید. چه تصویری از اسلام و چه ترسیمی از اسلام امروز به جهانیان معرفی میکنند. اسلام را چه دینی برای جهانیان بیان میکنند؟ چرا این زیبایی ها و این همه خوبی ها به این همه آرامشی که در اسلام وجود دارد چرا برای جهانیان بیان نمی شود؟ ما خیلی مردم را احساساتی کردیم. مردم را باید با آرامش و اطمینان دعوت بدیم، با زیبایی های اسلام، با خوبی های اسلام. اسلام دین زیبایی هاست و خوبی هاست. اسلام دین کوبیدن بندگان خدا نیست که گناهکار را با چشم ببینیم که انسان نیست. نگاه خوب با تمام بشریت. حق نداریم ما یک کافر را حتی به تمسخر بگیریم. عقاید سر جایش، کسی حق نداره کافر را تمسخر بکند. اسلام چنین اجازه برایش نمیدهد. تو اگر واقعا انسان شایسته رو دعوت به اسلام بکن، نه تحقیر، نه تمسخر. اسلام که چنین برنامه به عنوان تمسخر ندارد. خدا میگه لا یسخروا، مسخره نکنن مسلمان ها. اسلام را با تمام زیبایی که دارد بشناسیم. اسلام را از درون قرآن و سنت بشناسیم، نی از عمل کرده بعضی از مسلمان نماها. این همه زیبایی ها را بشناسیم که اسلام چه زیبایی هایی دارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم با کفار مهربان بودند. اسلام دین مهربانی، اسلام دین زیبایی، اسلام دین خوبی ها، اسلام دین اطمینان، اسلام دین آرامش، اسلام دین اخلاق و ادب، اسلام دین اطمینان، دینی که از او انسان به آرامش کامل